سلام به برای بچه کانال یونس فایتی، حالتون چطوره؟ من اومدم امروز با چند تا اتچ ناب و آموزش جزئی و آخر ویدیو هم میخوام یه گردونه بزنم. خیلی مطلتون نمی کنم، چند رو ساب کنید، لایکشم بکنید و زنگوله فانوس کنارشم بزنید که هر وقت ویدیو آپلود کردیم به دستتون برسه. بی معطلی میریم سراغ ویدیو، حتما تا آخر ببینید. کلن پلیرها تو بازی 3 دستن. اولی اونایی که از رنج دور با انمی فایت نه، که من به این نوع افراد دست رایفلا رو پیشنهاد میکنم که بهتریناش 47 و 117، که من بهترین اتچ 117 بهترین اتچ که نه، اتچ 117 که خودم استفاده میکنم اینو پیشنهاد میکنم و اتچ 47 هم این رو پیشنهاد میکنم. میدونم بهتر از اینا هست ولی من خودم از اینا استفاده میکنم. من به شما برای اینکه فایت های 1 در 1 پیروز بشید دراپ شات رو پیشنهاد میکنم که الان هم میبینید. این کار اگه انجام میدید مثل الان قطعا فایت های 1 در 1 پیروز است. در ضمن از 117 فایت نزدیک هم میشه استفاده، اما میتونید دراپ شات استفاده کنید که بهترینشه، یا اینکه خیلی بازیتون باشه. دسته دوم افرادی هستند که فایت نزدیک میدن، یعنی میرن تو دل انمی، یا به زبون دیگه که خودمون میگیم مثل خر راش میدن. من به این افراد دسته SMG ها رو پیشنهاد میکنم که بهتریناش QQ9 هستش و مک 10، که من اتچ QQ9 رو این رو بهتون میدم و اتچ مک 10 این اتچ بهتر از اینا هستا، اما خودم از اینا استفاده میکنم، ما ازشون راضیم. همونطور که گفتم باید با SMG ها نزدیک فایت داد. اگه یه کمی دور بود باید ایم بگیریم، اما اگه نزدیک بود مثل الان باید هیپ فایر بزنیم، چون اگه ایم بگیریم احتمال بردمون کمه. مثل الان هم باید هیپ فایر بزنیم، اما الان میتونیم ایم بگیریم، میتونیم هیپ فایر بزنیم، چون اصلا ما رو ندید که من دارم میام. خب حالا میرسیم سراغ دسته سوم، همون کسایی که هم از رنج دور فایت میدن هم از رنج نزدیک، یعنی اینکه اصلا این دوتا براشون فرقی نمیکنه. من به این افراد یوزی یا همون USS رو پیشنهاد میکنم. برای این گان اتچای مختلفی هست، اما من این اتچ رو پیشنهاد کنم چون خودم هم از این استفاده میکنم و از کارکردش راضی بودم. یه نکته که باید تو مپ CS رعایت کنید اینه که اگر تیم حریف مثل الان یه نفر مونده بود سریع برید بمب پلن کنید، چون اگه بمب پلن نکنید و زمانی که همین که بهش اشاره میکنم تموم بشه، مچ به نفع اون تیم پیروزی میرسه. اینجا میبینید که دراپ شات چقدر به درد میخوره، چون اگه دراپ شات نمیزدید مرده بودید. پس دراپ شات رو حتما استفاده کنید. خب رسیدیم به جای خیلی خوبش، گردون زدن. خب بریم ببینیم یه گردونه ای هست بزنیم. من وره رو بزنم زدم، آره این یه دور زدم. سیپی هم میکنم بتل پس بزنم سیزن بعد میریم اینجا فوریو ببینیم چیزی هست یا نه. خب این LK24 خیلی خوشگل. خب ببینم فکر کنم تک سیپی هم نگرفتم، ببینم تک سیپی. خب تک سیپی هم نگرفتم. خب تک سیپی ها بگیرم. تک سیپی خب گرفتم. بریم گردون رو بزنیم به امید این که چیز خوب به ما بده. خب شانسمون ایستی میشه دانلود نیست، دانلود شه یکم وقت طول میکشه. خب یه باگی هم بزنیم
البته من باگ و اینا اعتقادی ندارم، اما شاید باگ اینجا به دردمون بخوره. خب با نام و یاد خدا گردونه رو میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای یه چیز خوب بده. خب دنس کنیم. میخواد چیکار کنه الان؟ اوهو یا حافظ. آقا خداحافظ. این ویچ وارن رو نزده بکشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.